بچه ها فلافل بهتون چسبید؟ آره داداش، دستت داد نکن. خیلی خوشمزه بود داداشیا. خواهش میکنم. داداشیا میخوام در مورد شما و دوستاتون انسا بنویسم. ای نوکرتم داداشی، عاشقتم. انسام هم تموم شد. داداشیا انسام تموم شد، بخونمش؟ ای جونم بخون داداشی. به نام خدا، برادر فداکار من دیروز ما را برد فلافلی. او برای اینکه ما گرممون نشود کلاه ایمنی سرمون نگذاشت و برای اینکه خیلی به ما خوش بگذرد و روی چرخ عقب موتور راه میرفت. خیلی خوش گذشت. برادر من دوستهای خیلی باشعوری هم دارد. آنها برای اینکه پلاک موتورشان کرونا نگیرد به پلاک موتورشان ماسک میزنند. برادر من خیلی خلاق است. او موتورش را تبدیل به وانت و کامیون کرده و بارهای بسیار سنگینی را جابجا می‌کند. چند تا از دوستان برادرم خیلی باهوش بودند، زیرا از خط ویزه برای جابجایی استفاده می‌کردند تا در ترافیک نمانند. من یک سری از دوستان برادرم را دیدم که همانند قهرمان‌های المپیک کارهای عجیب و غریبی روی موتور انجام می‌دادند و خیلی جالب بود. حتی برادر من رکورد جابجایی مسافر را در جهان شکسته است و خلاصه خیلی همکاران برادر من آدم‌های خفنی هستند. خوب بود داداش؟ چیزی حالشیا خجالت بگی. بازم داداشیام زایه شد. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ